کردند، یعنی معنایشی که بر رویشان چادر بیاندازند، رویشان برهنه نباشد. ذالک، این به خاطر چی است؟ چی فایده دارد؟ در دنیا چی فایده دارد؟ در آخرت چی فایده دارد؟ ذالک ادنا، این روی پت کردن نزدیکتر است. ان یعرفنا، که این زن شناخته شود با حیا زن است، این زن شناخته شود با شرم زن است. پس جوان به طرف او رفته نمیتواند، به او زبان درازی کرده نمیتواند، به طرف او نگاه کرده نمیتواند، چون زن اعلان کرد با چادری انداختن خود، با حجاب سیاه یا رنگ انداختن خود که من با حیا هستم، من با شرم هستم. یک دختر مصری سرنوشت زندگی خود نوشته میکنه، کتاب دسترس ما قرار نگرفت، سبا انشاءالله او رو اشاره میکنم باز، ولی امروز فشرده براتون عرض میکنم که این دختر مصری یک دختر قلوج سرلوچ است. گفت وقتی که من در کوچه میبرآمدم فکر میکردم درندگان به طرف من حمله میکنن، چشمهای جوانان به طرف من تیز تیز نگاه میکرد. یک بار میدیدم بعضی از جوانان من را تعقیب میکنن، فکر کردم که من چی گناه کردم. یک بار قول خود را دیدم، یک بار سر خود را دیدم، یک بار لبسرین و پودر خود را دیدم، یک بار چشمان و ابروی باز خود را دیدم، یک بار روی خود را دیدم. گفتم ای دختر، خودش میگوید، گفتم ای دختر، تو خود را در معرض بی‌حیایی انداخته ای، تو خود را به گیر جوانان داده ای، تو خود را بدبخت ساخته ای، تو خود را چادر حیا را درانده ای. ای دختر، خودت ملامت هستی. دختر مصری عرب خودش را ملامت میکند، بعد در خانه میرود میگوید چادر بیارید، چادر بیارید، چادر را بر رویش می اندازد، چادر را به سرش می اندازد. پدر و برادر میگوید که دختر چی شد؟ میگوید حیا آمد، حالا شرم آمد، حالا محبت آمد، حالا عزت آمد، حالا عفت آمد، حالا غیرت آمد. دختری با سواد از قلم را بر می برداره، نوشته میکنه کتابی به نام سطر و حجاب اسلامی، و در تمام خون دل خود، در دل خود به همه دختران عالم میگوید و خطاب میکنند ای دختران خواهرم، ای خواهران جهان اسلام، ای کسانی که میگویید لا اله الا الله محمد رسول الله، من حیث یک خواهر برایتان توصیه میکنم. او دختر میگه چادر بپوشید، رویهایتان را روی بند بزنید، به کوچه و بازار بدون ضرورت نگردید، خود را تباه نسازید، مورد لعنت خداوند قرار ندهید. مشکات مبارک نقل میکند جناب محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم میگوید، یک زمزمه کنید صلی الله علیه و سلم. پیغمبر علیه السلام میفرماید کسی که به طرف زن نگاه میکند ملعون است و خود اون زن خودش ملعون است. راوی این حدیث میفرماید جوان یا مردی نادرستی که به طرف زنان زنای چشم میکند، این خود ملامت است که ملعون است. او زن چرا ملعون است؟ شارحین حدیث میفرمایند به خاطر که او را جلوه داده است، او سبب دیدن مردها شده است، او خود در معرض زنای چشم قرار داده است. و جالبتر از این، حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم در صحیح ابن خزیمه میفرماید ایما امرأة استعطرت، کدام زنی که عطر بزند، امروز آرایش‌ها کلش عطر داره، با کوچه و بازار براید و بالای قومی بگذرد و او قوم بوی عطر زن به مشامش برسه، حضرت رسول الله علیه السلام میفرمایند فهی زانیتون، این زن زناکار است. این زنی که زینت خود را، این زنی که عطر خود را، این زنی که فیشن خود را، این زنی که آرایش خود را، این زنی که استایل خود را، این زنی که مود خود را به نامحرمان نشان میدهد، رسول الله علیه السلام زناکارش خوانده است. حالا جای گریه است یا نه؟ حالا جای زور دادن است یا نه؟ حالا فهمیدین که به هزاران زن این مورد لعنت داریم یا نداریم؟ خداوند رحم کنه بالای خواهران ما و شما، خداوند رحم کنه بالای زنان ما و شما که اینا من حیث یک دوستی بگیرن، من حیث یک محبت بگیرن، من حیث ترس خدا بگیرن و خودشان را، برادرشان را، پدرشان را، مادرشان را که چند نفر به خاطر یک زن داخل جهنم فردا داخل خواهند شد. اگر اینا مسئولیت خود را نشناسند، خداوند ما و شما را مسئولیت شناس بگردانم. قبل از اینکه برادران محترم آیه حجاب نازل شود، خداوند تبارک و تعالی فرمود قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، بر زنا بگو چشمایشان از نامحرما پت کنن، بر مردا هم بگو نامحرما را نبینن. هنوز آیه حجاب در وقت نازل نشده است و بعد از او به تدریج می آید. حضرت پروردگار گفت ولا یبدین زینتهن، و زنا را بگو که زینتایشان نشان ندهند الا ما ظهر منها، مگر او قدر زینتی که معلوم میشه. این حکم قبلی بود یا این حکم بود در داخل خانه ها؟ در این آیت بعضیا به خطا می روند،
میگه خب همون روی خود معلوم میشه دیگه، الا ظاهر من روی خود داخل است دیگه. دمی کوچا میگیرن روی خود کده نمیشه، دلای ما به کفیدن میرسه. در حالی که حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در کنز العمال جلد 16 میفرماید که بودن زن در خانه برابر جهاد فی سبیل الله فضیلت دارد. مهنت و احداکن فی بیتکن، کار کردن شما زنان در خانه خودتان برابر جهاد فی سبیل الله ان شاء الله فضیلت دارد. جهاد فی سبیل الله چه ثواب دارد؟ اگر یک کسی یک شب پیرداری در راه جهاد فی سبیل الله جل جلاله میکنه، اجر آسمان و زمین برای اون نفر داده میشه. رباط یوم فی سبیل الله خیر من عبادت الثقلین. کسی که یک شب پیرداری فی سبیل الله در راه خدا جهاد پیرداری میکنه برابر عبادت جن و انس ثواب داره. ولی خواهرم برایت خطاب میکنم، در خانه بودن تو جهاد فی سبیل الله بالای نفست می باشد. جناب حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم میفرماید سوده بیبی زن پیغمبر علیه السلام است. آیه حجاب که نازل شد، حضرت سوده بیبی از خانهش هیچ بیرون نمیشد، حتی به خانه پدر نمیرفت. ولی ما حق داره، زنهای ما بالای ما حق داره که زنهای ما را هفته یک بار یا هفته دو بار به خانه پدراشان قوماشان روان کنیم. این حق زن بالای شوهر می باشد. ولی بیبی سوده عمود هم به خانه قوم خویش خود نمیرفت، مراسم حج میگردد. ازواج مطهرات آمدن، سوده بیبی زن رسول الله علیه السلام حج می رویم. گفت خبر نداریم خداوند کریم در قرآن کریم چی گفته؟ خداوند کریم زنان را گفته در خانه ها باشند. خبر ندارید محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم برای ما چی گفته است؟ گفتن چی گفته است؟ گفت پیغمبر علیه السلام فرموده است بهترین عبادت، بهترین طاعت، بهترین صفت، بهترین اخلاق، بهترین تقوا، بهترین دعوت، بهترین جهاد، بهترین فضیلت، بهترین بزرگی بودن زن در خانه‌اش شوهرش می باشد. تا اینکه سوده بیبی زنی رسول خداست و زنده است، از خانه رسول الله بیرون نمی گردد صلی الله علیه و سلم. بالاخره جنازه اش را بیرون کردند. همه گریان میکرد که سوده بیبی زنده اش از خانه بیرون نشد، اما تابوت این قهرمان زنی پیغمبر علیه السلام از خانه بیرون شد. یک بار بلند بگویید الله اکبر. حضرت سوده بیبی قهرمانی را به زنان جهان نشان میده، صبر زنان مسلمان های جهان نشان میده و افتخار است به یک دختر افغانستان. ما به ترکیه رفته بودیم، دختر افغان چادر دارد، در یکی از پوهنتون های ترکیه وارد می شود. ترکیه را اتاتورک بدبخت خراب کرد، اعلان آزادی کرد. ایران را در سال 1213 هجری به زور زنان را از خانه می کشیدن و چادر را از سرش دور می ساختن. و در افغانستان هم 10 سال قبل این کار شده بود که چادر را از روی زنان می گرفتن و می گفتن این میکروب چیست که این لتکونه را بالای سر خود گذاشته اید؟ از برای خدا حکم قرآن را به نام لتکونه و میکروب خطاب کردند. خداوند یا تباهشان بسازد یا مسلمان های واقعیشان بگرداند. ناپلیون از فرانسه میره و به مصر زنان مصر را از خانه اش میکشه و چادری را از سرهای مبارکش دور میسازه. این دختر افغان به ترکیه و پانتون میره و سرش چادر دارد. گفتن این چیست؟ گفتن حجاب است، سطر است، سطر زنان محمد مصطفی علیه السلام است. گفتن وقتی که سطر را میخواستی از افغانستان چرا آمدی؟ اینجا که آزادی است. گفت مشکل نیست، دوباره میروم. گفت دوباره برو، تو را ناکام و دلسیاه و روسیا اعلان میکنم. گفت بگذار شما مرا ناکام اعلان کنید، من در آسمان ها کامیاب اعلان گردم. از ترکیه این زن محتب، این دختر افغان واقعا با غیرت بنازم چادر تای خواهری که اگر صدای مرا بشنوی دوباره می آید. پدر و مادرش میپرسد که ای دختر چطور رفته بودی که پس آمدی؟ گفت پدر چادرم را پاره میکردن، سطر و حجاب زنان پیغمبر علیه السلام را در ترکیه میدراندن. من نخواستم که چادرم دریده شود. مثل آن روزی که به شما عرض کرده بودم در شهادت حضرت عثمان، حائل زنی رسول حضرت عثمان رضی الله عنه که حضرت عثمان شهید می ساختن. شما از قصیش خبردار هستین. شمشیر کسانی که میخواست گردن حضرت عثمان ببرد، حضرت عائله شمشیر از میخ گرفت. حضرت عثمان گفت چه میکنی یا عائله زنم؟ گفت قربان از سر شما دفاع میکنم تا که زن شما زنده است، خو نباید خون شما بریزد. گفت بگذار سر عثمان بریده شود اما چادر زن عثمان دریده نشود، اما چادر از روی مبارک حضرت عثمان دور، زن حضرت عثمان دور نشود. در یکی از غزوات برادران عزیز یک زن بچه شهید شد اما برویش حجاب داشت.
در بین زخمی ها و شهید های مجاهدین شهید خود را میپالید. یک کسی پرسان کرد مادر چی میپالی؟ گفت بچه‌ام شهید شده. گفت خب بچه شهید شده حجاب را بالا که تا پیدا کنی. گفت خیر است بچه را از دست دادم، اما ستر و حجاب محمد امر کرده را از دست نمیدهم. اگر به خدا قسم 100 تا فرزند داشته باشم و به نام خدا خونش بریزد، من حجاب رویم را دور نمیسازم. بشنو خواهری محترمی که رویت برهنه است، بشنو همشیره محترمی که نامد امت محمد مصطفی علیه السلام است و آب در آسیاب دشمن میریزانی و اعلان های غربیان و شرقیان رو میشنوی و افسوس به حال آن رادیوهای مبتذل و تلویزیون های مبتذلی که همواره پخش بی ستری میکنن، همواره پخش بی حجابی میکنن. در روز محشر با آن مهربان ذات، با حضرت محمد مصطفی علیه السلام چی جواب خواهند داد؟ در قبر وزیر بر جواب نکیر منکر چی جواب خواهند داد؟ خداوند سلام و پیام ما را به گوش آن برادران به همت و آن خواهرانی که چادر فاطمه و عایشه و ام سلمه و سوده و خدیجه را دریدند برساند و شما ان شاء الله برادران محترم وسیله شوین. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند در بین مردمی که بی حیایی آمد، امراضی در بین مردم پیدا میشه که در پدراشون او امراض نبود. حالی من از شما پرسان میکنم، این حدیث مبارک در سنن ابن ماجه مبارک است. 6 کتاب صحیح حدیث، یکی سنن ابن ماجه نام داره. آیا از پدرهای ریش سفیدی که من در اینجا نشستم من پرسان میکنم که در سابق به نام فشار، مرض فشار چیزی رو میشناختین شما؟ آیا مدیر صاحب میشناختین؟ نه خیر. این مرض فشار از کجا آمد؟ مرض قلنج از کجا آمد؟ این سرطان خون از کجا آمد؟ انواع امراض امروز پیدا شده که دکتران نمیتوانند تثبیت کنند که نامش چیست. از کجا آمد؟ از بی ستری خانم ها آمد. جناب محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم میفرمایند که وقتی خانم ها بی ستر و بی حجاب شوند، بی شرم و بی حیا گردند، به امراض شوهران و خودشان گرفتار میگردد که پدرانشان سراغ و امراض را داشت. الهی امراض را دور کن، الهی ستر بیاور، الهی حجاب بیاور. حضرت ام سلمه روایت میکند وقتی که نازل شد آیه یدنین من جلابیبهن، این تکرار کنین، یدنین بگوین، یدنین من جلابیبهن. این آیه 59 آیه سوره احزاب است. این هر مسلمان جوان باید یاد داشته باشد و به دهن هر برادر محترم پیش بکنه و به چشمان خواهران بی حجاب پیش کنه که خواهر تو مسلمان است. قرآن میگه یدنین من جلابیبهن، فرو بیاندازن از روی پوشهایشان بر رویهایشان. حضرت ام سلمه میفرماید وقتی که آیت نازل شد، زنان انصار در شهر مدینه منوره خداوند من و شما را برساند، دیدم که حجاب‌های سیاه پوشیدن، از سر تا به قدم مثل زاغ سیاه معلوم می‌گردند. این زن پیغمبر علیه السلام روایت می‌کند و امروز هم الحمدلله شما می‌بینید بعضی از خواهران چادری دارند یا بعضی از خواهران را با ستر و با حجاب، ستر و حجاب‌های سیاه دارند. اونم بد نیست، درست است. من در شهرهایی رفتم، در کشورهایی رفتم که فکر کنم در آنجا حجاب نیست، در آنجا سطر نیست. به خدا زنانی با حیایی رو دیدم اشکم پایان گردید که الهی در بدترین جای هم تو کسی ده که توفیق میدی به او سطر و حیا و حجاب را عنایت میفرمایی. خدای افغانستان ما را بالای رحم کو، الهی بالای جهان اسلام رحم کو که همه اهل حجاب و اهل رحمت پروردگار گردند. امام بخاری صاحب برادران عزیز نقل میکنه، امام مسلم صاحب نقل میکنه، حضرت رسول الله علیه السلام میفرماید برای شما دو طایفه جهنمی را نشان بدم، خداوند خواهرای ما و شما را جهنمی نگردانم، الله بالایشان رحم کنه. الحمدلله نظر به تبلیغ علمای کرام و رحمت و دعای مشایخین عظام، الحمدلله به صدها خواهر در شهر ما روز به روز افسون رو به ستر و حجاب آورده رایستند و این تبلیغ ما یک رایش هدف ما همی است که اینا تشویق شوند، اینا از خدا بترسند و ستر حجاب عایشه و فاطمه را زیر پا نکنند، خود را به عذاب لحد گرفتار نسازند. در روز محشر به خدمت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بی آبرو نشوند. به او خاطر عرض میکنیم برایشان که از خدا بترسند، ستر و حجاب اسلامی را برای خودشان مراعات نمایند. دو طایفه است که اهل جهنم می باشند. یک طایفه است پیغمبر علیه السلام میفرماید متفق علیه حدیث مبارک است که شلاق‌ها به دست است، شب و روز میگردند بالای غریبان و مظلومان و بیچارگان ظلم